به دو بخش تقسیم شده. اول خو شما گفتی که the non-touchable parts of computer but seeable is called or are called software. این تعریفشان بود. خو سافٹویر به چند قسم است، به چند کاتگوریز تقسیم شده به دو. اولش کدام است؟ سیستم سافٹویر. دومیش اپلیکیشن سافٹویر. سافٹویر به دو بخش تقسیم شده. اول که سیستم سافٹویر است و دوم که اپلیکیشن سافٹویر است. اپلیکیشن سافٹویر و سیستم سافٹویر چی فرق دارد؟ System software is used to fulfill the requirements of the computer. ضروریات کمپیوتر را چی میکنه؟ پورا میکنه، یعنی تکمیل میکنه. ببین اگر سیستم سافٹویر در کمپیوتر نباشه چی است؟ هیچ چیز نیست. کامپیوتر خو اگه تیم باشه آهن باشه هیچ چیز هم نیست. وقتی که سیستم سافٹویر دی اینستال کنیم ریکوایرمنت ضرورتش پورا شد یا نشد؟ سیستم سافٹویر کدام سافٹویر است؟ It is used to fulfill the requirements of the computer. It is used to fulfill the requirement of computer. صحیح؟ و application software کدام software است؟ او software است it is used to fulfill the requirements of the user. It is used to fulfill the requirements of the user. اینجا ما با سو بکدم سم درس دادیم application system software. Requirement means ضروریات. Yes. خب سیستم سافٹویر کو فهمیدی؟ سیستم سافٹویر کدام سافٹویر بود؟ The requirements of the computer. Application software کدام software است؟ It is used to fulfill the requirements of the user. Who is user? The person who uses the computer is called user. User کی است؟ کسی که کامپیوتر را استعمال میکنه او کس کی نام داره؟ user. آلی ای که fulfill ای رقم نشته که it is used to fulfill په معنا the requirements of user. ببین اونجا کامپیوتر بود اینجا چیز یوزر است. fulfill the requirements of the user. سافٹویر خود سافٹویر تعریفش یاد گرفتی که non touchable parts of computer is called software. و دو قسم است، یک سیستم سافٹویر است و دیگهش اپلیکیشن سافٹویر. سافٹویر با چند قسم است؟ کدام؟ سیستم سافٹویر اپلیکیشن سافٹویر. ببین شاگردا این سیستم سافٹویر که است باز با دو قسمت تقسیم شده. این شجره سافٹویر است باید بفهمیم. اینجا که خواندی باید بفهمی مکمل معلوماتی باید بدی. سیستم سافٹویر که است آلی با دو قسمت باز تقسیم شده. فرست وان که است operating system software و دیگه که است language system software.
پس این به دو بخش تقسیم شده. یک اپریتینگ سیستم سافتویر است و دیگه که است لنگویج سیستم سافتویر است. به چند بخش تقسیم شده پس؟ به دو بخش. اپریتینگ سیستم سافتویر، لنگویج سیستم سافتویر. آلی دب سافتویر باید کنترل با من کولای شي دا اوس یو حالات خب آلی او را آلی تشریح زیر سری کن. سیستم سافتویر کدام؟ یک اپریتینگ سیستم سافتویر است. اپریتینگ سیستم سافتویر داس ویندوز any version any kinds سرور NT XP 7 8 هر ویندوز که باشه این کدام سافتویر است؟ اپریتینگ سیستم است. Operating system ما برای تعریف کرده بودم. Operating system is the driver of computer. Operating system is the soul of computer. वो تعریف براتون گفتم که روح کامپیوتر است operating system. آنی ویندوز که است ما برات گفتم ده اگزامپل نوشته که ویندوز operating system است. DOS operating system است. این خالی روح کامپیوتر شده یا نشده؟ ویندوز که در کامپیوتر نباشه روح داره چی میکنه؟ کامپیوتر چی میکنه؟ ویندوز که DOS نباشه operating system نباشه. خب و لنگویج سیستم سافتویر جاواسکریپت سی پلاس پلاس یگان پروگرام است. دارید؟ مثلا جاواسکریپت یاهو جیمیل اینی وبسایت ها کلان که جور شده جاواسکریپت یا سی پلاس پلاس we can make programs amongst that that between middle of that programs در مابین لنگویج سیستم سافتویر ما می توانیم که پروگرام ها را چی کنیم؟ جور کنیم. مثال C++, JavaScript و bla bla زیاد پروگرام است. اینه چی نام داره؟ لنگویج سیستم سافتویر. سوادی سایت ها کلش مربوط به لنگویج میشه. پروگرام ان شاء الله ما شما ریتی بازی لنگویج ها را میخوانیم صحیح. خب دای فامیلی سیستم سافتویر به دو بخش است. سافتویر اول به دو بخش، سیستم اپلیکیشن سیستم به دو بخش تقسیم شده. اپریتینگ سیستم سافتویر لنگویج سیستم. دیگه مشکل نیست. لنگویج سیستم سافتویر او سافتویر را میگه که در سافتویر مابین سافتویر دیگه پروگرام را دیگه سافتویر را فهمید؟ یک سافتویر باشه که در اون دیگه پروگرام جور شد. مثال آفیس یا ورد در کدام پروگرام جور شده؟ این لنگویج سیستم سافتویر جور شده. برای ما شما اینجا آمد. مردم ای جور کرده فهمیدی؟ بیلتن نمی. خوب. علی فهمیدی؟ دیگه سافتویر را می داریم اپلیکیشن سافتویر هم به دو قسمت تقسیم شده. یکی است کاستوم اپلیکیشن سافتویر و سیکند که است پکیج اپلیکیشن سافتویر. ببین شاگردان کاستوم اپلیکیشن سافتویر کدام سافتویر است؟ کاستوم ماناست اپلیکیشن سافتویر به دو بخش تقسیم میشه. یک که کمپانی رای میکنه کاستوم رای میکنه و یک که رای میکنه پکیج رای میکنه. کاستوم پکیج چی مانه؟ کاستوم بدل خود پکیج مانه گروپ بسته بندل. ولی فرقی از این دو دانه چیست؟ کاستوم سافتویر به اون سافتویر میگه ببینی کابل بانک یک سافتویر استفاده میکنه که دیگه مردم داره؟ دیگه بانک داره؟ او دوبای specially made for کابل بانک. صحیح؟ این کاستوم است. یک کمپانی با دیگه کمپانی یک سافتویر جور میکنه یعنی مشخص به یک کمپانی یا مشخص به یک نفر. او را کدام سافتویر است؟ کاستوم. ببین اگر شما بیم پاکیج کاستوم پاکیج اپلیکیشن استفاده کنیم. خب اپلیکیشن سیستم سافتویر فامیلی کدامش بود؟ اپلیکیشن سیستم سافتویر استفاده می مربوط به به دو بخش تقسیم میشه. اپلیکیشن سیستم
یا قصه سر نخون اپلیکیشن سافٹویر اون سافٹویر میگه که ریکوایرمنتس یوزر را پورا کنه کدام یعنی مشکلات یوزر کسی کامپیوتر استفاده میکنه مشکلات ازی را پورا کنه گوره دیسه همه دو قسم سافٹویر باز دارم یک کاستوم است کاستوم براتون گفتم که کمپانی شخصی به یک نفر جور کنه را کاستوم میگن یا انجو باشه یا اینستیتوت باشه یا بانک باشه یا هسپیتال باشه بوها چیزا که جور شو کدام سافٹویر است کاستوم و پکیج اپلیکیشن سافٹویر پکیج کدام کمی بندل کمی مثال مایکروسافت یک سیری پکیج روان کرده برای ما شما که در کلی پروگرام هست این کلکشن پروگرام هست این به خاطر پرایوت پرسن نیست باهر نباید این تاکسی است گرید پاکش فهمیدی؟ بس پکیج جو سافٹویر نمیگه پکیج به معنی بسته بندل کمپانی جور کنه خوب برای یک کمپانی برای یک نفر نه برای همه یکیش عام است یکیش خاص خب کاستوم معنی خاص کی جور کنه کمپانی به دیگه کمپانی یک شخص بده ای ببین اینجا مکمل تشریح شده باز اینجا اگر میخوای از ریکارد باز نوشته که اینجا ما زیاد تشریح کردیم صحیح این سافٹویر و هاردویر هم تشریح کنیم تا پریمیر خب حالی بیم این رو فهمی سجره سافٹویر رو فهمیدی دیگه خب مشکل برای سافٹویر پیدا نمیشه خب حالی خدایی مشکل نداری the last one سلام خب برای ما بگو شجره چیه سافٹویر خودی به چند قسمت تقسیم شده و رسانه کو کدام سیستم سافٹویر Thank you. Good. و اینجا باید کما که د سیستم سافٹویر اپلیکیشن فرق نیست که سیستم د ریکوایرمنت د کمپیوتر پورا میکنه و اپلیکیشن ازیزار مشکل خونه سوال بیخی دقیق فهمیدی این سوال نیست یا هیچ نمیفهمی یا خوب دقیق میفهمی زیرا که سوال نمیفهمی تو فهمیدی؟ صدا میدی؟ اپریٹنگ برای گفت ویندوز اپریٹنگ او روز برای تشریح کنید application software it is used to fulfill the requirements of the user تو یک یوزر هستی مال کامپیوتر ما میخوایم که کتاب نوشته کنیم ما میخوایم یک پرزنت یک سلکت شو باید اینجا باشه ما میخوایم یک دیتابیس جور کنیم ما میخوایم کالکولیشن حساب محاسبه کنیم با اپلیکیشن سافٹویر ضرورت ما میشه نمیشه ما میخوایم پیج کاور سر دیزاین کنیم عکس جور کنیم یا کلاگی اپلیکیشن سافٹویر است صحیح خب حالی پکیج برایتان گفتم ببین مایکروسافت برای ما شما یک آفیس پکیج روان کنه امروز که شروع میکنه مایکروسافت آفیس 2013 صحیح leave it instructor danışman صفحه get it Microsoft Office 2013 اول می مایکروسافت چیست Microsoft is the name of company Microsoft چیست نام کمپانی است 2 Microsoft is the name of company و Office means چی معنی self administration اداره دفتر Microsoft Office
لوکیشن کجاست این کمپانی؟ in United States America. Fourth, استاد لوکیشن مایکروسافت کمپانی. yes. Owner maliki کی is owner of Microsoft company. He is Bill Gates. Who is the second wealthy person in the world, which is as well used in it mean he runs the complete vaccine programs in the world. Get it? I program vaccine ki pesh mein bara. The second wealthy person in the world. Yes. E मेहरबानी करे बरे मां शुमार मान करे छी ऑफिस या माइक्रोसॉफ्ट office package mean basta bundle med ما شما بفهمی که در پکیج کدام پروگرام است کدام پروگرام ما شما میخوانیم صحیح در این پکیج اول پروگرام که میخوانیم مس ورد است یا مایکروسافت ورد در این پکیج که پروگرام دویمی میخوانیم مایکروسافت اکسل پروگرامی سیمی که میخوانیم مایکروسافت پاورپوینت پروگرامی چهارمی که در این پکیج میخوانیم مایکروسافت اکسس فیفت وان مایکروسافت آوتلوک دی اینی پروگرام ها ما شما میخوانیم خوب یکان معلومات برای دیم برد میتونم که این پروگرام چیست مثال شیرپوینت چیست و ون نوتس چیست چی ون نوت یکان پروگرام ها دی قسم است خوب ما شما که در مایکروسافت در دیتی میخوانیم با پول کویل همراه کمپلیت اپشن چند دانه پروگرام ها را میخوانیم 5 دانه خب 5 دانه پروگرام ها که بسیار مهمتری یار مهم است ما برات معلومات میده رقم نیست که مهم نیست خب یک کسی که مثال ضرورت برش داشته باشه میتونه که اسپیشال بخونه فهمیدی این نیست که ما برات بگیم که کمپانی روان کرده جور خراب است و چی است بکار نمی بدار میخوره بجای خود فهمیدی اشکال خو نیست برتن گفتم که پکیج که مایکروسافت کمپانی است the name of company مایکروسافت چیست یک نفر برات میگه تو برش بگو که نام کمپانی است این کمپانی کجا موقعیت داره در یونایتد استیت باید بفهمیم این مایکروسافت که در موقعیت اینجاست مثال لوکیشن یونایتد استیت است و اوناری بیل گیت است مهم میکدار نیست خب بازم ضرور است که باید بفهمیم چیز رو یاد بگیری باید شجرش بفهمیم خب آره مایکروسافت آفیس که پاکیج روان کرده بندل پروگرام ها را برای ما شما روان کرده وقتی که ما شما اپریتینگ سیستم را انستال کنیم ایرانی یگان ادیت میکنه در ویندوز ها می یگان ویندوز 8 میکنه خونه این ویندوز نیست ویندوز اپریتینگ سیستم است اپلیکیشن سافت است وقتی که شما آفیس انستال میکنی اول باید ویندوز انستال باشه پس سی دی یا سیت اپ آفیس را بگیری انستال کنی و شما میتونی کسی پیدا کنی خب در این پروگرام ها که ما شما میم اول پروگرامی ورد را شروع میکنیم کدام پروگرام مایکروسافت ورد مایکروسافت ورد یگان مردم برش چی میگه وین ورد کمپانی که باز میشه و رایتر که رایت برای چی میگه ورد پد رایت که ببین وقتی که درن رایت نوشته میکنی رایت چی باز میشه ورد پد باز میشه خب ورد که است رایتر است کینگ سافت کمپانی برش رایتر میگه رایتر گت ایت
ایگان شد شما یک پروگرام خوب دقیق بفهمی. یک نفر برات میگه که والا فلانه پروگرام خواندی، تو برش بگویی که نه یا نامش خود ضرور است. نام چهارمی ایسی چی است؟ ورد پروسسور. بس چهار نامش نه دیگه نیست. این 4 ورد که یک نفر برای تو بگه که پروسسور را خواندی، تو برش بگه yes sir American first British special boot after this program word processor don't speak اشكال don't speak correct. एक्सटेंशन ही प्रोग्राम रा बेश एक्सटेंशन है जी प्रोग्राम चीज एक्सटेंशन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट. Extension means code, the last target, the last شناخت file. Get it? Extension. Microsoft Word. Do you see for Word 2000 up to 2003? Do you see X for Word 2007 up to 2013 یعنی دا هم دی شامل شده. چیز نفهمیدی؟ صبر کو تشریح میکنم شما. چند تا فایده داره این اکستنشن؟ فکر میکنم درس بود بیشتر مفید است. گرفت؟ خود اکستنشن که است اکستنشن تقریبا 3 دانه فایده داره. کدام اکستنشن است ببین شاگردان. ورد اکستنشنش معلوم میشه یا نمیشه؟ DOCX یا کو فهمیدم که فایل چیست؟ ورد است. اگر فایل اکسل باشه XLSX نوشته میکنم. اگر اکسس باشه DBACC نوشته میکنم. مثال اگر پاورپوینت باشه PPT X را نوشته میکنم. ما که اینجا دیدم فایل ورد را خوب دقیق شده، این خود نمیشناسه میشه دی فایل ورد پارت باشه. اگر اینجا ببینیم چی نوشته است؟ اندر insert tab DOCX او DOCX برای ما استاد گفته بود که اگر فایل ای رقم دی ای فایل ورد است. فایل چیست؟ ورد است. میکروسافت ورد امروز شروع میکنم. یا خو فایده اکستنشن اینی است که فایل ورد فایده احساس یا نیست؟ ببین اگه اکسل باشه فایل اکسل چی نوشته است؟ ببین اکسل اکسس یا نیست؟ اگه اکسس باشه ACCDB گرفت؟ اکسس دیتابیس DB ما سر تراولی. اگه دیگه هر پروگرام باشه ده هر ساعت چی از اکستنشنش ما میتونیم که برای ببینیم فایلش. ببین اگه شما بی بعد در ویندوز میخوانید اکستنشن درن فولدرز است در کنترل پنل اینجا هاید میشه. ببین هاید کردیم اله فایلز معلوم نمیشه، اکستنشنش معلوم میشه. پس از کنترل پنل هم باز میشه. ما اینجا نوشته میکنیم کنترل فولدرز درن باز میکنیم. پس ما میخوایم که باید این معلوم شد. فولدرز یسی باز برای درس میدم هر ایکان کنترل پنل از رن باز میشه. خب ببین یارا خوشناختم که ولا یک ای بدرد میخوره که فایل را میشناسه. دوام
فایده اکستنشن دوم را چی است؟ وینکی پلاس اف چی شرکت است؟ سرچ است یا نیست؟ تو استاد شو بشین وینکی پلاس بشین وینکی پلاس اف شرکت فار دا سرچ اینجا ما میم ستاره دات DUCX هر چی که فایل ورد باشه برای ما نشان میده. اگه اینجا بیایم نوشته کنیم که ستاره دات XLSX فایل چی را پیدا کنیم؟ فایده دومی بخ چی خوبی چی به در بخوره؟ اول خو میش دستیم فایل را دوم میتونیم که فایل را پیدا کنیم جدا کنیم فایل ورد برای ما کلی که دی کامپیوتر که باشه برای ما نشان بده یک قسم نوشته میکنم اکستنشن دو پیدا داره یا نداره سوم پیدایش بسیار مهم پیدا سومی هم است یک عکس داری ببین ها این فایل است اکستنشنش تبدیل میکنه نه اینجا تو یک عکس داری این عکس مثال بسیار مهم است عکس ای تو یک نفر است که مثال کسی ببینه برای تو مثال مشکل است خطر است کسی باید نبینه این عکس F2 is as well for rename right click as well for rename شارت اکستنشنی بود یا نبود ما اینجا میم اکستنشنش تبدیل میکنیم mp3 مردمی تو فکر میکنه که سانگز است what is that عکس برای معلوم میشه دیگه عکس به چی تبدیل کردی اکستنشنش تبدیل کردیم ها نه خلاص پس اگه شما اگه بفهمی اکستنشن او هاید میکنه پس بیر از اینجا ببین ما میم اینجا فولدر آپشن ویو هاید اکستنشن ازی هاید شده یا نشد چی میفهمی اینجا نوشته است که mp3 the song مندازه گرید the audio group مندازه the music مندازه که بیخی نفهمی اگه پس شما میخوایی که پس بی که بدل کنی ویو اکستنشن باید برای ما معلوم شود خب پس دایمی اکستنشن چیز JPG گرید که دلیت کامپیوتر هم بگیره دوزی میکنه کامپیوتر دوزی کنه کمال دیتا میاره صحیح مشکل خود نیست اکستنشن چندانه فایده داره؟ کی نفهمید؟ رایز یور هند اینی؟ اکستنشن خب برای کسی فایده داره یک میدانیم که فایل را بشناسیم که فایل کدام چی است اکستنشن ها برای ویندوز درس میتونم قریب 35 دانه و دیگه شما میتونی که از طریق اکستنشن فایل را سرچ پیدا کنی طریقه وسیعم پیدا اینی است که ما میتوانیم که فرمت یک فایل به دیگه تبدیل میخوایم ورد فایل است یا نیست ما میخوایم به اکسل تبدیل شو د اکسل تبدیل ای د ورد خوب دقیق کاله باز میشه ببین کد است میلا دیتیل دات بیگ کالر وی بی دات ویت ما میخوایم به F2 XLS X حالا که باز میکنی اکسل باز میشه و باز کردن نمیده فهمیدی؟ یعنی سه پیدا داره اکستنشن مشکل خو نیست دقیق فهمیدی؟ چند دانه پیدا داره اکستنشن؟ کدام؟ یک وسط که میشناسیم فایل مثلا از ورد است دومش وسط که ساعت است یک اکستنشن هم چیز پیدا میکنیم که مثلا اکستنشن مثال است اکسل هم میکنیم دیگه وسط که مثلا اکستنشن یک مثلا یک عکس است بسیار آماده است بسیار فارواتی تغییر میتونه اکستنشن شکل ساز باشه فهمیدی اکستنشن داره؟ خوب thank you award پروگرام چقدر ریوارد داره جایزه مردم use it people use it get it 82% 82% ریوارد داره چرا ریوارد چی معنی ببین
انجینیر باید کدام پروگرام استفاده کنه؟ اتوکید، 3D Max، ایگل پینت، گریت یا اتاب یا ریوت، این رقم پروگرام است. دکتر مشخص پروگرام. کسی که تلویزیون کار میکنه، مایا، 3D Max، فلاش، ریویور. کسی که وبسایت کار میکنه، CSS و بلا بلا. کسی که دیتابیس کار میکنه، هر کس مشخص. خوبی بی. आता कि तू डॉक्टर बाशे तू चिकार दारी मला कोपन कुणी मला के स्टार कुणी के मती बाशा तू प्रोग्राम बाशे तू चिकार दारी तू डॉक्टर सर्टिफिकेट चिकन प्रोग्राम वर्ड एक प्रोग्राम अस के डॉक्टर नंबर जरूरत दारा इंजीनियर दारा शॉपकीपर दारा हर कस पे प्रोग्राम दारा प्रोग्राम वर्ड ए वर्ड माने इन्हीं के 7% मर्दों के इस कंप्यूटर इस्तेमाल में करना 82% चिकार इस्तेमाल में करना familiar वर्ड Huh? Yes, no? Yes. Which way? To where? It's like A word is one? a word is like the computer استفاده میکنم لما نقول كل يحصل تثبيت أقول يعني هي word Thank you. No Mishkel? Can I go ahead? Yes. Do you see forward 2000 up to 2003 یعنی 2000 آفیس و تا 2003 کی آفیساس اینی قسم اکستنشن برش نوشته میشن با فایل قسم نوشته میشه و do you see x اضافه میشه به کدام فایل آفیس که 2007 تا 2013 x اضافه میشه علی فهمیدی؟ Instead of forward, say fromward. Fromward. Where? Instead of Forward? What's the better word that word? Careless for you. That the bar razin instead of from razin. فهمیدی forward need you see forward far لفاره لپاره ده ورد 2000 او تر 2013 پورې مثال دلته دا جمله د سی واهله چې نه ده جدا شوی لپاره معنا ورکړي صحیح ده خو میم ډیفینیشن تعریف ضرور است یا نیست تعریف پروگرام باید بشناسیم تعریفی پروگرام ورد چیست یک قدر معلوماتش آوردم پروگرام ورد کی تعریف کرده میکنه در باندې پیغام چې تاسو بازو وایله خو یې وایي یو Microsoft Word is the first package of Microsoft Office which is used to design, format, edit the books, magazines or newspaper. خب در یک تعریف ادوانس که شما بفهمی که در هر چی بگویی یک نفر برات بگه که بس امی تعریفشان است میبین این رقم نشته بود This word is Microsoft Office program which is used for calculation, which is used for documentation. Excel is used for calculation. این تعریف شد یک نفر برات میگه پروگرام ورد کدام پروگرام است تو برش بگو پروگرام است که به خاطر داکومنت کی استفاده میشه داکومنت علی چی معنا write by any language is called documentation in the writing any language ای مردم که میگه کمپوزینگ خواندی و چی را خواندی ای کمپوز که میشه در پروگرام ورد میشه کمپوزر است نامش کمپوزر رو خوب کنید کمپوز به معنی اینه که ورق دیزاین بفهمی کنترلش بفهمی که ورق باید با کدام دیزاین پرینت شود
Dari Pashto Microsoft Office program which is used for documentation. اگر کسی فهمیده باشه او دیگه میفهمه با او ضرورت نیست. اینقدر که برش گفتی او میفهمه. documentation. Excel is Microsoft Office program which is used for calculation. برید ورد میخوانیم. ورد که میخوانیم میره اور برش بگو. اگر نفهمید برای شما یک نفر درس میدی حالا برش تشریح کن. In Microsoft Word we can write InDesign. Books, newspaper, magazine, चला envelopes, कट खत, cards, yeah, wedding cards, visiting cards, other cards, CVs, wow, book cover, see, and charts. اگه اینجا بی ETC نوشته کنی هیچ مشکل نیست. این نیست که محدود همی چیز همه جور کدام میتین دیگه هم شد باش دیگه هم کدام میتین که چیز باز ضرورت شد دی رپیتیشن عریضه باشه دیگه صحیح. حالا شما مشخص برای شما معلوم شده که در پروگرام ورد با چی کار میکنیم. اشکال زیاد بهتر خوبتر گریت در کدام پروگرام میشه کارا نمی تعریف شما مطالعه چی یاد گرفتید؟ envelopes وقت خاطر graphics هم مطالعه شد envelopes yes paragraphs book covers charts everything we can administration charts get it charts اداری یعنی smart art get it everything kinds we can make in which programs shop we can change the shop in a drawing simple in once probably مشكلة ليش مشكلة I want to go ahead. We used to open Miss Word. ما برتن گفتم کی ورد ماست به چند طریقه باز میشه؟ با 11 طریقه باز میشه تا 12. یک 4 طریقه بر کدام پروگرام کار کردیم در پینت از ویندوز یک بخش بود یا نبود. ولی ما میخوایم که دیگر از کدام جبهه باز شه و چه قسمی باز میشه. ببین شکل ما. First one. اول اینجا ما میم تپ این run در رن چی نوشته بود؟ when word. Second type in search the search چی نوشته بود؟ when word. Third type in
address bar win word port آسان است که نفر میکنم مثال start بعد باید کجا بری all programs بعد از all programs مسافس بعد از مسافس مس ورد یا مایکروسافت ورد ترکه پنجمی fifth one start all programs مسافس اینجا آمدی right click on word the word का right click करी बस कजा बरो properties बस property shortcuts key write one letter یک حرف نوشته کنی چی باید نوشته کنی؟ یک حرف باید نوشته کنی write a letter باز باید چی کنی؟ اوکی هر وقت که باز میکنی باید شرکت باز میشه خب وقتی که حرف نوشته میکنی فکرت باز شاگردم که alt کنترل چی رو نگیری نه حرف نوشته کنی alt و کنترل اتوماتیک خودش میگیره دیگه طریقهشان است که روز که از شرکت از دسکتاپ برات کار کنیم از دسکتاپ میتونیم باز کنیم میبینی از هلپ میتونیم باز کنیم تاریخ نوتپاد تو باز میکنم نوتپاد باز من کی پلاس آر نوتپاد باز میکنیم اینجا نوشته میکنیم که start win word صحیح میخوایم که اکسل هم شروع شود start excel control plus s the desktop with save شود where is desktop the document with save شود بنای مثال john.bat بیت ضرور است که 20 پروگرام باشه سیو بیت ضرور است اگر شما میخوای که پروگرام ای به خاطر تو پرسان کردی باز تو درس میده درس یعنی سی دیگه پروگرام باز برس درس میده مثال ببین بنامی چی بود where is john جانس کلیک کن اوڈو ایکسل اردوش باز کرده نه کنه ایکسم باز میشه یه دیگه طریقه ما داریم که مثال میتونیم طریقه ای خود طریقه ششم بود میتونیم اینکی پلاس آر سیم دی اینجا نوشتم که start اینکی پلاس آر سیم دی اوکی سیم دی داس اینجا آمدی نوشته که start win word ودا باز شده چند این طریقه هست فهمیدی؟ فکر میکنم از ما خلاص نیست شاید ده هلپ هم باز شد از هلپ هم باز کنم میتونم خیلی جا باید 5 طریقه شما یاد بگیری این پروگرام ये रिकॉर्ड करें मार्कस के बस फैमिली फैमिली और सवाल ना बुत आता सोना सब हम ना फांदी करना होगा each Eu sei se invita a switch das para कमांड agora que vão gordo ये एक यूजर बुरी लगे तो जो डास का कॉम स्टार्ट देन वर्ड چیزی چی وقت میخوایم تعمل کردیم امروز در صفحه درس دارم ببینی که من دابر تماری کار کنم صحیح این 5 دانه پاس شد اول خو وین کی پلاس آر وین کی شما خانده ویندوز کی شاگردانو که عمل ویندوز کی کدام است آن اسکرین کیبورد اینا ویندوز کی میگن ویندوز لوگو کی ناس لینا باشن است وین کی پلاس آر کی بگیری ران باز میشه
خب ببین ما در همه وینکی پلاس آر در وینکی پلاس آر ران چی نوشته میکنیم؟ ونورد. اوکی ونورد باز شد یا نشد؟ شما میخوایی که را به طریقه دیگه باز کنی. اینجا میم تنها وینکی پر اسکو سرچ باز میشه. اینجا سرچ اینی سرچ دیگه سرچ نہیں. ونورد فایل او پروگرام اوکی یا انتر و دیگه کاماندز کلوز باید چی شوه؟ کلوز کمپلیشا کلوز ریکاردینگ نات کلوز. ادرس بار است یا نیست؟ ادرس بار چی نوشته کنی جبه؟ ونورد ای مشخص کردن و کارا نمیکنه ادرس بار نمیتونه. فهمیدی؟ این بخاطر سرچ کردن فایل و نیتو. ادرس بار هر وقت که بی دا سری تاسک بار رایت کلیک کو دا تاسک بار که وقتی که رایت کلیک کردی اونجا باز برو تول بارز باز اونجا برو ادرس بار کلیک یا کلیک. چهارمی طریقه آل پروگرامز مایکروسافت آفیس منظم باز مایکروسافت ورد این رقم باز میشه نمیشه. طریقه پنجمی این خود طریقه چندمی بود؟ طریقه پنجمی رسید. امی طریقه آل پروگرامز مایکروسافت آفیس دیسا ها بیا رایت کلیک پراپرتیز شارتکट की है नहीं ببین اینجا هیچ نوشته شارتکट की تنها یک حرف نوشته کنترل پلاس ما بخوام که دبلیو نوشته کنم کنترل آلت اتوماتیک خود گرفته اوکی کو حالا که بی کنترل آلت دبلیو پرس کنی از کیبورد چی میشه؟ اوپن میشه. طریقه باز کردن انسان یک وقت ماوس کار نمیکنه کیبورد خود طریقه ما برات نشان میده که به این طریقه با باز کردن مشکل خو نیست. all programs office right click in word or excel property shortcut भी एक चीज नविश्ता ओके مشکل استاد زه یو سوال لرم بخښنه غواړم دا درس ارتباط کې نه دا هغه یو طریقه چې تاسو کوئ چې سیستم 32 کې لاړ شي بیا تپیس کې هغه ما کار کوي نه کې هلته کور کوي که هغه مهرباني وکړي یو کېدای شي مونږ سره غلطي کړي استاد از ما کار تو دا ریکارد باندې په شپږ بجې شو صحیح څه مشکل خو نه لري؟ نه مشکل دقیق فهمیدی؟ شما باید بریده